خانم‌ها باید اون وزنه‌های صورتی سبکو کنار بذارن. خانم‌ها میگن چون نمیخوایم حجیم بشیم پس وزنه سنگین نمیزنیم. ولی شما به صورت طبیعی هیچ وقت حجیم نمیشی مگر اینکه عمدن این کارو بکنی. ما باید تا جایی که استخوان‌هامون اجازه میده با وزنه‌های سنگین کار کنیم. حالا چرا وزنه سنگین زدن برای خانم‌ها اینقدر مهمه؟ بعد از 30 سالگی خانم‌ها به طور طبیعی شروع به از دست دادن عضله میکنن. اولش آهسته است ولی توی دوران یائسگی این روند سریعتر میشه. و این یکی از دلایل مهم کند شدن متابولیسم بدنه و اینکه چرا بدنتون دیگه مثل قبل نیست. اما نکته اینجاست، این اتفاق فقط به خاطر بالا رفتن سن نمیفته. این اتفاق میفته چون هیچ کس بهتون یاد نداده چطور جلوی اونو بگیرید. به بیشتر خانم‌ها گفته میشه فقط بدنتون رو فرم بدین، بیشتر کاردیو انجام بدین، با دمبلای 1.5 کیلویی کار کنین و هر کاری میکنین وزنه سنگین نزنین چون حجیم میشین. دقیقاً همین توصیه هاست که جلوی پیشرفتتون رو گرفته. وزنه سنگین زدن یه پیام به بدنتون میفرسته. ما به این عضله نیاز داریم. اونو نگهدار و